فیلم حجتی نیروی قانون رو تماشا کردیم و آن حادثه های ننگاوری که عموما آغاز سرزنیشون از ناحیه روشقلا سر زده است بسیار هم ننگاور بودند. جوانانی که جنایت کردند باید در نزد قانون جواب دهند. باید با کودکان و فرزندانشان بگویند که در این بی‌ترتیبی ها اشتراک نکنند. هر یک بی‌ترتیبی عاقبت ندارد. باید با فرزندانمان تعلیم دهیم که با بی‌ترتیبی ها راه نتیند. حادثه‌هایی که صادر شدند من بعد باید به این خاتمه دهند، صادر دیگر نشوند. پیشرفت جمعیت از صلح و ثبات وابسته است. جامعه ها همیشه باید آرام باشد. ما همیشه در طلب آرامی هستیم. اگر آرامی در جمعیت باشد اینوستیسیا به دولت داخل می شود. اگر آرامی باشد درآمد سیاحی به وجود می بیاید و رشد جمعیت پیش رفتن می گیرد. لیکن بعضی وقتا می شود که در جمعیت حادثه های ناخوش روی می دهند. طبقی که ما اطلاع داریم 25 26 27 حادثه های ناخوش رو بودند که ما باید کوشش کنیم که من بعد همین خیلی حادثه ها روح ندهند. جنایتکاران باید در نزد قانون جوابگر باشند و جزای قانونی خود را میگیرند. وابسته با حادثه هایی که از 25 تا 28 در شهر خورق رخ دادن، من همچون یک ساکن شهر خورق همین حادثه ها را محکوم میکنم و کسانی که در همین روزا و جنایت کردن باید در پیش قانون جواب دهند. کسانی که همین قانون رو ویران کنند باید در نزد قانون جوابش گویند. کسانی که در همین میدان اشتراک کردند و یگان جنایت صادر کردگی باشند خودخواهشی بیایند در نزد قانون جواب دهند. بعد از تماشای فیلم یعنی با خلاصه اومدیم که قانون باید در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان باید رعایت کرده شود. تظاهرات ضد یعنی قانونگذاری در ولایت مختار کوهستان برهم داده شود. بریدن درخت با تظاهرهای شهر خورق که اینا تاریخ 100 ساله دارند. اینا یعنی اجدادای با باهای ما ماندگی شده بودن. نسبت چنین بی‌ترتیبی و بی‌نظامی نسبت محیط زیست محکوم کرده شود. حادثه‌ای که از تاریخ 25 عموما در ناحیه روشقلا و شهر خورق با وقوع آمدند، اما ما ساکنان شهر خورق و ولایت رو به طرف نمیگذارند. هر یک جنایتکار باید در اساس قانون، یعنی چنانی که یکی از بزرگان قید کرده هستند که باید پیش از آنی که ما باید آزاد خود ایست کنیم، ما باید قانون باید رعایت کنیم و در نزد قانون باید جوابگر باشیم. امروز افراد در جامعه ما پیدا می شوند که برای پیشرفت اقتصادیات و اجتماعیات مملکت و خصوصا ولایت مختار کوهستان بدخشان مانع ایجاد می کنند. حادثه‌هایی که در تاریخ 25 و 28 نوامبر سال جاری به وقوع پیوستند، نیروی قانون فیلم حجتی است، یعنی که آن چیزهایی که آن عملهایی که تصدیق کرده شدند با مردم با ساکنان ولایت نشان داده شدند که چگونه این حادثه به عمل آمد. کردارهای ناشایانی که از طرف گروه‌های متشکل جنایتی به وقوع می‌پیوندند ما آنها را شدیداً محکوم نماییم. ولایت مختار کوهستان بدخشان باید بازم رشد نماید، از بنبست کمونیکاسیونی برآورده شود. اقتصادیات این ولایت باید پیش رود، یعنی جویای این عمل‌ها هستند. لیکن متاسفانه بسیار افسوس می‌خورم از آن که هنوزم شخصان در جامعه پیدا می‌شوند که برای پیشرفت، برای عملی نمودن این نقشه‌ها البته مانع ایجاد می‌نمایند. گرد همایی در میدان اسماعیل سامانی البته بودند دلیل‌هایی که شخصانی با این جنایت‌ها دست زدند، یعنی عمل نمودن یا غصب نمودن حکومت، عمل نمودن با روبریت ولایت رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و در آمدن با بنای مقامات حکومت دولتی و ولایت مختار کوهستان بدخشان در جنایت خیلی وزنین است و شخصانی که در همین کار دست داشتند باید در نزد قانون حتما جواب گویند. تمام جوانان رو دعوت میکنم که با
گروه‌های متشکل جنایتی که در ولایت مختلف کوهستان و بدخشان عین علما کریستان یکجا نشوند. فرزند خلق توجیه قهرمان ملی قهرمان تاجیکستان شیرین شوش و تیمار از خود بدخشان برای یک پرچگی جمهوری تاجیکستان جانش را دریغ نداشت. این روز باشد در عصر 21 ماه اگر این کارو ناشایسته دست زنین هیچ کس ما رو نمی بخشد. روزهای 25-28 نوامبر سال 2021 واقعی که در شهر خاروق روی داد، این یک کار رذیلانه او بوشانه نسبت خلق خود، نسبت سیاست پیش گرفته دولت ما که وی در عرصه جهانی اما حرمت و احترام میکنند. در تاریخ 25-28 نوامبر سال جاری در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خاروق در میدان اسماعیل سامانی رهبران گروه متشکل جنایتی شهر خاروق جوانان و ساکنان شهر را به اعتراض غیرقانونی دعوت نمودند. یگان از پس یک جنایتکار به چنین عملهای ننگین دست نمیزند. دشمنان ملت تاجیک چه در داخل کشور و چه در خارج کشور نمیخواهند تاجیکستانی عزیزمان آرام و آسوده باشد. ما مادران باید نگذاریم که جنایتکاران به مقصدهای غرضناک خود برسند. واقعی که ماه نوامبر در مرکز ولایت شهر خاروق به وقوع پیوست، یعنی گردهمایی که با تشبث گروه جنایتکاران رخ داد، من فکر میکنم که ساکنان شهر خاروق نمیخواستند که به ترتیب‌های عمومی در دست زنند، اما از جانب گروه‌های متشکل جنایی شهر خاروق به طور فریب یا مجبوری مردم را به میدان جمع نموده خودشان از دور استوده جوانان و ساکنان آسایشته را استفاده می‌بردند. من همین را قید کردنیم که جوانان عموما ساکنان ولایت زیرکی سیاسی خود را از دست نداده فریفته جنایتکاران نشوند، عقل سالم خود را کار فرمایند. هر فردی که با قانونشکنی راه داده است دست زده است باید که در نزد قانون جواب دهد. نسبت به واقعه‌های ننگین 25-28 نوامبر گفتنی میخوام که همچون مادر و رفتار فرزندان خود را قابل قبول و شایسته تحسین نمیدونم. من هر یک نارامی رو و قانون ویرانکنی رو در جامعه محکوم میکنم. در 30 سال استقلالیت ما بسیار دستاوردهای بی‌نظیر رو به دست آوردیم. ما باید حمایتگر وطن و شهر خود باشیم. آن حادثه هایی که در تاریخ 25-29 نوامبر رخ دادند همه جوانان بدخشان را معرفی نمی کنند. این یک گروه ناآگاه می باشند. ما جوانان شهر خاروق همیشه پیروی پیشوای ملت بودیم و میمانیم. ما رفتار جوانان حادثه های 25-29 نوامبر را محکوم می نماییم و می خواهیم که دیگر چنین حادثه ها تکرار نشوند. من همچون یک شهروند شهر خاروق همین واقعهای ننگینی که در روزهای 25-28 نوامبر رخ دادن من اینها رو محکوم میکنم. ما وارثان قهرمان جمهوری تاجیکستان شیرین شاه تیمور هستیم و اینچنین دیگر ما پیروان اولین گنرال تاجیکستان توش محمدوف می باشیم و برای ما چنین رفتارها نمیزیبند. مردم شرفمند ولایت مختار کوهستان بدخشان چنانی که ما از تاریخ میدانیم و وطن صادق و وفادار بودن و میمونند. منم چون ساکن شهر خاروق چون دیگر مادران وطن طالب آرامی جامعه بی خطر و آسوده هستم. امین رو گفتم میخواهم که حادثه های ننگین تاریخ 25-29 نوامبر از روی آداب و اخلاق نبودند. خواهش میکنم که دیگر چنین رفتارها تکرار نشوند تا که ما در فضای آرام و آسوده زندگی نماییم. نسبت به واقعه‌های ننگین 25-28 نوامبر گفتنی میخواهم که رفتار از روی آداب انسان نبوده، همچون بانون گفتنی میخواهم که چنین رفتار دیگر تکرار نشود. بعد تماشای فیلم حجتی سخنان مرکل به یادم آمدند که گفتگی بود که میان قانون شکن را فقط قانون می شکند. عامل اساسی پیشرفت و زندگی آسایشته مردم البته از رعایت قانون و خود قانونیت است. حقوق ویرانکنی که
боиси тасарруфи зиёда аз 7 миллион сомонӣ ҳаст, боиси халалдор намудани амну амният ва инчунини дигар тартиботи ҷамъиятӣ гардид, худаш ҷавобгариро ба вуҷуд меорад. модар тарбиятгар ҳастанд. ягон волидайн намехоҳад ки фарзандашон барои бад равад. ҳамин шаҳри кӯчаки худро тозаву озода нигоҳ дорем ва намегузорем ки ҳар гуна афроди нохалаф шаҳри моро вайрон кунад, чунки аз қадимулаён мардуми Бадахшон дар ҷодаи аввал меистанд. барои ҷавонон чунин гуфтаниям ки ба ҳар гуна гурӯҳи ҷинояткорӣ шомил нагарданд. ман ба як чи айронам. 400-500 нафар ё ин ки зиёдтар ай пушти як одаме ки ҷиноят содир кардасту ҳангезаҳои ҷиноятӣ доранд мераванд майдоне ки вай зеби шаҳри хоруғ аст ва нимпайкараҳои одамони бузург дар он ҷо қомат афрохтаанд, месӯзонанд, даст ба тазоҳурот мезананд ва ин албатта ба зарари ҳар як сокини шаҳри хоруғ ва вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мебошад. худтон фикр кунед ки дар مناطق دیگر جمهوری تاجیکستان در ولایت‌های ختلان و سغد و شهر دوشنبه ناحیه‌های تابع مرکز هزارها ساکنان و زادگان بدخشان فعالیت و زندگی میکنند. ما باید آنها را در حالت ناگوار نگذاریم. جنایت و جنایتکار دولت و حکومت را به یگان جا نمیبرد. بدخشان این یعنی که سرزمین سیاحی است. چرا یک جنایتکار طرفداری میکنند؟ برای کردارهای ناشایسته یک آدم تظاهرات میکنند و برای کوفتن وکیل مردم که کمش 80-90 هزار آدم را در مجلس نمایندگان معرفی میکنند کنش نشان ندهند. من یک شخصی سال خوردم وقتی که همین واقعه را شنیدم باور نکنید 3 شب و 3 روز خواب نرفت. یک کار از این با منطقه علایده شخصان تشکیل کرده است. آخر بدخشانی ها اونا ای گذشته سر کرده فقط کارنمایی ها نشان میدادند، در آبادی ها دست میدادند، در رسانه دست میدادند. خیلی بینید که یک قدر شرایطی خوب رو امروز با ما حکومت جمهوری با سروری سرداری گیریم که با حق و با تمیز ما برای ما تشکیل کرده شده است، اما امروز بدیار مونه که با سازندگی بودستیم ما برای اینکه جوانان امروز پیشرفت شوند و گیریم که تربیت اجتماعی مسئول شوند باید گیریم که جمهوری را در دولت‌های دیگر برابر کنند بر حق گرد هموی تشکیل بشه. و این چی گپ است؟ این خدا چی؟ با چی نداده است؟ همون یک گروهی گیریم که امروز تمام ولایت افروز کرده. ما نسل کلانسات اینا محکوم میکنیم، این را نمیگیم. ما مراجعت میکنم با کل مردمی و ساکنان ناحیه اشکاشه که هر ما فرزندانمون امروز تاکید کنیم، فرزندانمون نصیحت کنیم که آنها با کارهای خیر دست نزنند. آنها طرفداری این شخصیت های گیرن که برای وطن، برای ملت امروز استثناء آورده شده هستند. ما باید راه ندهیم. البته ما نسل کلانسال وظیفه داریم که من همه واقعهای گذشته را در بین جوانان، نورسان، مقصدیان، اداره و مؤسسه، جماعت‌ها، بریگادهای مخصوص یا که گروه مخصوص را تشکیل کرده، گروهی و ترغیباتی تشکیل کرده با مردم همطرفا فهمند که ما غمخوار داریم، ما سروای دولت داریم. جوانان شهر خوروغ و تمام جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان را دعوت میکنم که غلام قانون باشند، به قانون اطاعت کنند، به هر گونه حرکت و هر گونه حزب‌های افراطی و هر گونه گروه‌های جنایی که مقصد آنها ویران کردن ترتیبات جمعیتی، ویران کردن حقوق شهروندان میباشد همراه نشوند.
дар доираи қонун амал кунанд ва он воқеаҳои нангине ки числаҳои 25-28 моҳи ноябр соли 2021 сар заданд, онҳоро маҳкум кунанд. бори дигар ҷавононро даъват мекунам ки аз қафои ҷинояткорон нараванд ва қонунро қатъиян риоя намоянд. ана бар асари ин ҳодисаҳо дар майдони марказии шаҳр хорух иҷрокунандаи вазифаи раиси вилоят мухтори кӯҳистон бадахшон мирзоонобод алишер худобердӣ, ана вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳури тоҷикистон гиёҳзода азиз ва сардори шӯъбаи вазорат колҳои дохилии ҷумҳури тоҷикистон дар шаҳри хорух мубро қадамзода мавриди лат кӯб қарор гирифта ҷароҳатҳои вазнии ҷисмонӣ бардоштанд. ана гиёҳзода гирем ки вакили 140,000 аҳолӣ мебошад. мо ҳама ҳовоз додем. вақте ки омад гуфт ки бетартибро бас кунед, мавриди лат кӯб қарор гирифт. барои чи ягон кас нахест, ягон кас эътироз накард ва фақат барои як шахсе ки ҷиноят содир кардааст ҳама хестанд. қонун бояд риоя шавад, қатъиян риоя кунед. аз қафои гурӯҳи ҷиноятпеша рафтан дар кор нест ва ман талаб мекунам ки ҷавонон бояд қатъиян талаботи қонунгузории ҷориро риоя кунанд ва ҳаёти осоиштаи вилоятро халалдор накунанд.